به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت عریضه مرد 35 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 23 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 17 دقیقه هنگام در نزد بازار شهر وحدت قرار داشتنش شخص نامعلوم او را لطکوب نموده از جیبش 2000 سومونی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. مبلغ عمومی ضرر رسانده شده 2120 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 38 ساله ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. این چنین پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 38 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صورت شده است آغاز کرده شد. گمان بر شونده صبح 18 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 06:00 دقیقه در حدود محله 34 همراه با شخصی به تفتیشات نامعلوم در حالت مستی مرد 35 ساله ساکن شهر گلستان را لطکوب نموده آشکارا با استفاده زوراوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 520 سومانی را تشکیل می‌دهد. او بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 41 ساله ساکن شهر خوجند شب 21 به 22 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 9:40 دقیقه از انبارخانه بنای ساختمانی که به مرد 31 ساله ساکن شهر مذکور تعلق دارد یک عدد تجهیزات ساختمانی لازری و یک عدد جدول ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 3200 سومانی را تشکیل می‌دهد. او بین حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.